جواد هی هنگ به من پیام میدن میگن داستان زندگی همون جواد چی بوده؟ چی شده؟ چون من بهشون گفتم همون جواد خون زندگی داشته، کار داشته، ماشین داشته، کار میکرده. الان آدمی نیست که بگم محتاج کسی بوده، همین الانش هم داره کار میکنه. بعد اینجا شروع شد ما این ماشین یه تصادف کردیم، بیمه نداشت ماشین رو جریان کرونا داره بی کاملا کار کساد رو متاسفانه من ماشین رو بیمه نکردم، نتونستم بیمهش کنیم چون به اصطلاح خب بیمه هم کمی نبید. تصادفی کردن یه پیرمرد 92 ساله‌ای دی وسط بین رو من مقصر شناختشون به واسطه نداشتن بیمه رای زندان تو یه مدتی زندان بیام و بیرون ما بردیم خود مسئولیم بیرون ما بردیم این فایده نداره خب قتل عمد که نیست این غیر عمد دیگه هم عمری که 92 سال اصلا جهاز تو مقصر او بی نه من مقصر حالا بیرون آماییم و با قرض و بدبختی های دولت یه دوران ماشینی حرم کردیم همین اینی که الان داشتم یه روز خیابون شهدا میرفتن مسافرکشی میکردیم یه خانمی به پستم خورد یه دختر خانم 21 سالی شاید 22 سال حالا اون موقع من خیلی فیلم می‌ماری بعدها خوشی بعد 4 5 بودن گفت 21 سال من حالا متولد 80 به بالا بود الان هم 3 سال دیگه گذشته همون میشه 21 سال ایشون اما درخواست کرد وقتی رفتیم اون مسیر باره گفت من بعد در خونه خواهرم اضافتر به پول میدم خب منم کار میکنم باید اشکالی هم نشد گفتم که اما درخواست کرد گفت میتونی بیای زنگ بزنیم بیای به عنوان سرویس من خیلی کارا بیرون دارم خب اولی ما گفتیم باشه و بعدم چند بار زنگ تو من نرفته حقیقتش نرفته یه هفته یا این مقدمه گذاشت پیامی برم فرستاد که شما که نمیتونید بیای خب به من بگید من نرید سر کار بعد دیگه واقعا برای منم بعد دیگه راست هم بود خب من نمیدونم رفتیم مدت 4 ماه ما سرویس یک خانومی با خواهرش داشتمشون با خواهرش با مادرش با پدرش خانواده خیلی خوبی هم بیدیم منم میرفتم میبردمش و بعد هیچ وقت هم سوال نکردیم که شما همه ای برو برید و چی میرید کجا میرید اداره شما به عنوان راننده من خودم یه بار یه ماشین گرفتم یه آژانس گرفتم اون آقا دیدم آقای خوبیه مثل خودتون آقای بزرگی آقای خوبی بود بهش گفتم که من از این شما رو داشته باشم هر خواستم جابجا بشم قبل از اینکه ماشین رو بگیرم اون موقع به شما زنگ می‌زدم همیشه به آقا زنگ می‌زدم دیگه هر ماشین می‌خواستم حالا این خانم هم اینجوری بود دقیقاً همین و بعد وقتی خانواده من یکم شناخت من پیدا کردیم کاملا من اعتماد داشتم یعنی 8 صبح که من رفتم دنبالش فرض کنید ما رفتیم ساعت 12 ظهر که بعد از زنگ می‌زدم با آقای نمروزی هیچ اعتراضی نمی‌کنه حرفی نمی‌زنه خیلی هم خوشحال بودم که من دارم این برنامه‌اش اینم کاملا با من راحت بود منم خیلی مثل خواهرم راحت بودم هیچ مشکلی نداشتم بعد 5 ماه من رفت تا این دوتا خانواده بیبری که تو پولیس هم بود رفتیم با چشم گریان ما گفتم تشریده بچه‌ی اعتراض کرد به موقعیتش گفت من روزی که فهمیدم بیسیکو من فقط 31 سال من بود چرا من گفتم خب جریان چیه اولین بار من گفتم من شوهر کردم و یه بچه 4 ماهه دارم و الان خورم بود آمیان اینجا که طلاق می‌گیرم طلاق نمی‌دم او آقا یه وکیل هم گرفتیم 30 میلیون پول او وکیلی هیچ کاری هم من پیش نبردم شاهد می‌خوام 2 تا شاهد می‌خوام خب ما اول حرفی نزدم شد 7 ماه گذشت باز اما درخواست کرد که برام شهادت بندیم رفتیم شهادت داریم امروز شهادت رو میسته ببخشید جواد گفت شهادت بده رفتیم شهادت دیگه که نه فکر کنم غلط تعریف کردیم شما این خانم رو اون آقا میبینید در دادگاه و اون آقا بگید نه اینجا نیست نه بچه‌ش می‌خواست ببینم بچه رو آورد اومد چهاره حافظ که این برایش کتکی آره شما میبینی که این آقا خیلی خانم کتک میزنه آره زدی بعد شما اینجوری میشه که شما میری شهادت آره بعد من گفتم نمیام گفت خوش من اطلاعات کاملی ندارم این موضوع گفت خود شما روزی که چهاره حافظ من چقدر من کتک زده پیونه مردم حتی شکایتش هم که نامه چیزش هم حکم دستگیریش هم رفت گرفت و همه کارش کرد ولی اقامتش نداد و هر حال منو سندن دیم که این کاری کرده
وجدانم قبول نمیکرد پاولم توی چون نرم بود. درست. گفتم من میرم اون چیزی که لازمه میام مومیش، ولی تا حدودی مون که من اطلاعات داشتم. چیزی که دیدم میگم، نه بیشتر نه کمتر. به هر حال روز بعد از 6 ماه که در این مسئله خانمی بعد از 6 ماه رفتیم برای دادستان و من به دادستان گفتم کسی که خانم شه. البته این برام یک بار گفته بود که این من مرام با تاج میشه. تاج این ماده ضد عفونی کننده اصلا نمیشه، حتی به دستم بزنم نمیشه، ولی خب خیلی از عواقب و آثارش بعدا من آقای قاضی سوال کردیم بودیم به نظر شما کسی که خانمش رو همون با تاج و شورای سلامت عقل داره، یعنی آیا میشه فکر و شعور و عقلی آقا حساب کرد؟ گفت نه. گفت پس شما که کسی که این کار رو میکنه سلامت عقل نداره، خود خانم خواهد داره او آقا سلامت عقل نداره. ما هم یکی رو گفتیم، اونم گفت امضا بود دارم در نفس دارم نگوید اون اصلا من ربطی نداره. من اون چی که دیم امید من دیم این جبری و 3 روز بعد من در خونه، حالا به هر حال من نمون انامی اونو بیه، ولی من هیچ مشکلی با هیچ کسی کشورم نداره، نه تنها به مشخص هم جالبه. من هیچ مشکلی با هیچ با چی ضربه زدن زن با دکتر عباسی وقتی از کما بیرون اومد، یک ماه کما بود. وقتی بیرون اومد گفت با جسم سخت، یعنی تو 2% هوشیاری داشتی، اصلا مردبیه. بعد یکی از کارشناسان به من گفت تو اگر بخوای شکایت کنی 2 دیم میگیری، چون 2 بار مردی. حالا من منظورمه کامل نفهم مثل ملاحظ پزشکی و بسیاری و چجوری میشه، اما 1 ماه کما بیم، بعد 1 ماه وقتی چشام باز کردم مثلا همه تعجب میکردن. خود دکتر جراح آمدن کارا من گفت تو خدای دو دندونانش بود، موقع فکر دندونات نبود، تو مردمی، تو رفته بود تو اولیتی، تو فکر دندوناتی، تو یه بار رفته بود اون اصلا که این قبول میکردم تو ذهنم. من بیش از 30 تا 40 تا مغز جراحی کردم، هیچ کسی مثل تو میدم. نصف جمجمم روی شکمه. جلوه بخش سرتون ای وای خدا ازش نگذره. خب چنان به ضربه من تا سر میدور درجان سر میدور من بریم چیه؟ یه نفر زد اصلا نفهمیدم، اصلا هیچ نه من بفهمم، حتی من درد اینم حس نکردم، درد این ضربه هم چنان ناگهانی این ضربه هم صورت من یه تیکه جمجمه آقای عباسی دکتر عباسی از تهران هم یه تیکه جمجمه من هشت شکم گفت نمیشه خونا برای سیستم عصبی ممکنه برای کنه. یه تیکه معلوم و تا ما کارمون در قسمت اول انجام بدیم در عمل دوم. یعنی عمل دوم که چی شد 2 تا پزشک روی هم چیا که هم وزارت تصارف باشیم روی شکم هم کار کردیم، جمجمه بیرون بردیم. 2 تا پزشک هم خوش و یه دستاری دیگر روی سر کار میکردیم. تقریبا 4 ساعت 5 ساعت هم زیر عمل بازم متاسفانه بیرون آمدم از ایران. متاسفانه چون دیگه بعد نه جوان اینجوری نبود. مطمئن باش حتما خیلی توش بوده. یعنی به نظر من هر اتفاقی تو زندگی هر آدم میفته یه خیلی توش هست که شاید روحه نفهمی، شاید الان متوجه نشی، بعدا متوجه داستانش چیه. بله اینه کاملا قبول دارم. حالا من دیگه وقتی بار دوم رفتم جراحی کردیم و عمل کردیم جمجمه نروشی کردم ماشین بالا 3 روز بعدش با موقعش ما ماشین کار کنیم دیگه. ماشین خاموش شد بلوار امام گویا بنزین حالا نمیشه یا مثلا سربازی شدی و من 3 روز در بیمارستان مرخص کردیم به عمل دوم که جمجمه نمیشیم بالا. خیلی حال خوبی نشد، اصلا صلاح نمی‌آمد پشت ماشین منیم، ولی ما نیاز داشتیم چرا خونه باید میدم خرج داشت باید می‌موندیم. به هر حال نوشو یه تعرضی نیستی داشتیم در 2011 که ماشین خاموش شد، نوشو هشت میشته کنار پیاده‌رو صبح همون سر لحچه بردیم نشون هم بردیم. ماشین تو پس از کمک درآمدی دوباره خواستی که شروع کنی با همه اتفاقات ماشین تو دزدیدن. آره ماشین ولی بازم تو تلاش کردی. آره. هنوزم که هنوز داری کار می‌کنی. آره من باز تلاش می‌کنی و یه جایی داری با زندگی دست و پنجه نرمی. آره واقعا همینه، من روزا سختی نگذارم. درست. ولی شاید خدا من راهش زندگی براتون آسان‌تر بشه ان شاءالله. من گفتم نمازی من 12 تا خیابون خفتیم. نه خدا نکنه ان شاءالله یه روزی برسه که بتونم اونجوری باشه که هیچ کسی دیگه مثل شما تو خیابون نخوابه.